مقامات سعودی بیشتر جدی باشند و این حادثه را، هر دو حادثه را آسیب شناسی بیشتر بکنند و به وسیله گروه کارشناسی بی‌طرفانه و دقیق این حادثه را بررسی بکنند. این مسئله که علل و اسباب این حادثه چی بوده و به کجا برمیگرده، فعلا نگاه ها بر این هست که کسانی که متولی حج هستند و به خصوص عوامل اجرایی عربستان، نگاه ها در حال حاضر به سمت اینها نشانه می رود که این حادثه در پی سوء مدیریت و بی‌کفایتی عوامل اجرایی بوده. این حادثه رخ داده، حالا علتش هرچی باشه، سعودی ها سعی دارند که این از گردن خودشون برگردانند به دیگران، ولی فرضاً اگر هم حاجی ها مقصر باشند یا کسی دیگه مقصر باشه، دوباره برمیگرده به خود اونا، برای اینکه اونا موظفند باید این حج رو خوب اهتمام انتظام کنند. وقتی به دیگران اجازه نمیدهند، این مسئولیت مستقیما به گردن خودشونه. متاسفانه در قضیه منی اتفاقی که افتاد جهان اسلام رو و انسانیت رو خدشه‌دار کرد و این نمیتواند جز بی‌لیاقتی و از سبب که بی‌کفایتی حکام عربستان چیز دیگری باشد. در این راستا حکومت عربستان با توجه به تجربه 80 ساله‌ای که داره باید که در قبال این قضیه جوابگو باشه و مسئولیت این اتفاق ناگوار بر دوش حکام عربستان هست. سوی مدیریت کشور عربستان سعودی بوده که چنین اتفاقی افتاده. امیدوارم که در سالهای آتی کشور عزیزمان ایران به اونا پیشنهادهای جدیدی بده و این اتفاقات انشالله رخ نده. از مجامع بین المللی و جهانی و کنفرانس اسلامی می‌خواهیم که این قضیه رو به جدیت